سلام بچه ها، خیلی خوش اومدیم به ویدیو جدید. من نیکو هستم، امیدوارم حال همتون خوب باشه. بچه ها ویدیو امروز در مورد سنس گوشی هایی که من یه 4 تا یا 5 تا احتمالا سنس آماده کردم، هم واسه گوشی های شیائومی هم سامسونگ و به احتمال خیلی زیاد یعنی به گوشی های ضعیف هم میخوره. فقط شما باید قلقیره بکنید. بچه ها حتما لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشین، چون خیلی بیشتر از من حمایت بکنید. و دیروز هم که دومین کپی رایتمون هم خوردیم. من یعنی هر کاری دارم میکنم سر یه آهنگ که مثلا میرم از سایت های معتبرم دانلود میکنم، ولی من دارم کپی رایت میکنم. حالا چاره نیست بچه ها، زیادم مهم نیست، من مثلا نمیخوام گیر بدم بهش. و بچه ها برای عضو شدن داخل چنل یوتیوبی کانال یوتیوب و اونجا عضوش بشید. دم تک تکتون گرم. بچه ها الان من میخوام واسه تون همین سنسی که من خودم دارم رو تست بکنم و بقیه سنس هم آروم میان روی تصویر و با دی پی های دوکمتی رو همه چیز اینا گفته شده. یعنی شما فقط کافیه استوب بکنید و یه یادداشت بکنید یا اسکرین شات بگیرید و میتونید بردارید و خودتون استفاده بکنید. من اولش مثلا بذارید از گانهای مثلا دوزن شروع بکنم، مثلا تو بتل خیلی استفاده میشه. بچه نگاه کنید رو پاش گفت کردن، یعنی بیشتری هایی که بزنید اولی شاید وست بخوره، ولی که ببینید بیشترش خیلی اونم مثلا بستگی به خودتون میاد. سر این چیزاست که من نمیتونم بچه زیاد پلی بدم، چون من میرم سر کار اینا. خودتون میدونید مشکلات من سر یه سری داستانا که دیگه نمیتونم خیلی مثلا قشنگ باهاتون در میون بذارم، نمیتونم من مثلا بیشتر پلی بدم. بعضی موقع پسر خالم میاد برای رنگ ها، بعضی موقع مثلا خودم میام سرمونم و من همه رو واسه تون تست میکنم که فقط نگید مثلا واسه پاستون کنید. شما آروم بکشید بالا، مثلا اینجوری کنید خوب رد میید. آروم بکشید بالا، شاید اولیه رو وست بخوره ولی بعدش هده رو میزنم واسه تون. و مثلا 94 خوبه با ایوجی. هم واسه بتل میتونید استفاده کنید، هم واسه کاستوم مثلا سنس خوبیه به نسبت دیگه. من خودم از این راضیم. همین دیروزم که کاستوم رفتم با همین سنسه بوده. خب دیگه چی بچه ها؟ حالا مثلا خودتون میدونم بوچ پکرانم خیلی خوب نیست، چون مثلا گونه مانشاتی من زیاد استفاده نمی کنم. من صدا من گرفته بچه ها. ببینید اولیه رو مثلا شاید وست بخوره ولی درست حسابی. فقط سریع واسه تون رد میکنم دیگه، با خودتون برید امتحان بکنید یا نگیرید. امیدوارم که به دردتون بخوره بچه ها، چون من نسبت به قبل فعالیتم خیلی کم شده، یعنی اصلا وقت نمی کنم هر روز ویدیو بذارم. کلا وستش بخورید. بریم مثلا با همین 100 تیرام من واسه تون امتحان بکنم. سنسا میاد رو صفحه و کار شما میگه اینکه بدن دیگه و تامسون هم خوبه.
من سنسایی که بچه ها میدم بهتون مثلا الکی نیستش و بیشتر موقع تست شده است، یعنی یه چیز مطمئن میدم بهتون که شما بعدا مثلا نگید نیکو داره الکی مثلا سنس میده و یا همچین حالت. واسه خیلی از گان ها اوکی میخوره، بستگی به بازی خودتون هم داره. مثلا منی که مثلا با وود پکر و اینا پلی نمیدم یا مثلا نمیتونم باش هیت بزنم. تست میکنم، امتحان میکنم دیگه، خودتون برید و عشق کنید. دیزرت هم رو بذارید واسهتون امتحان میکنم. و برم ترینینگ و یه 2-3 تا کیل واسهتون بزنم و بچه ها یه جوریه اینقدر دیگه دارم کار میکنم دستم شده باید انرژی قبلی ندارم. دست ما رو پاره کرده شد. بچه ها یکم قلقش بیاد تو دستتون، کلن رو بدنش خوب وسط خودت دخالت میکنه. اینترنت من 90 ولی خیلی چیزی. من یکی دو تا دیگه بچه کیل میزنم بابت بدون انرژی بودن. واقعا شرمنده بچه، جون نمونده واسم، تحت همه جور فشاری هستم. یکی دیگه میزنم. بچه ها من واسهتون هم رفتم تست کردم و هم نشون دادم که یه همچین سنسیه به درد میخوره و خود سنس هم میاد تو صفحه. شما میتونید راحت اونجا استوب بکنید و دیگه کاراتون انجام بدید. دکمه تیر دی پی آی همه گفته شده.
فقط بچه ازتون میخوام که لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه. چیز زیادی نیست بچه ها، ببین یه لایک یه کامنت واقعا نه وقتی میگیره نه مثلا چیزی ازتون کم میکنه. این کار فقط باعث میشه که از من بیشتر بتونید حمایت بکنید و کانال من با این ضرباتی که داره میخوره، یعنی هم کم بودن فعالیت من بابت شرایطم و هم این دوتا کپی رایتی که واقعا ویو هم اصلا ریخته، یعنی داره نابود میشه چنل من و نمیتونم کاری بکنم. فقط شما میتونید لایک کامنت بذارید، سابسکرایب بکنید، یکی دوتا هم اگه دوست داشتید اشتراک بذارید و دیگه همین دیگه. من زیاد مزاحمتون نمیشم بچه‌ها. دم تک تکتونم گرم.